در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. خدمت صائمین ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، هم از خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جزء دوم سوره بقره آیه 204 قرار داریم. الله سبحانه و تعالی تا به این آیه مبارکه در جلسه گذشته و جلسه قبل ارتباط به حج، احکام حج و ارتباط به مراسم و مناسک حج الله سبحانه و تعالی برای ما موضوعات این یکی از ارکان اسلامی رو بیان کرد و همچنین ارتباط به حج اشاره شد که بعضی انسانها وقتی که در مراسم و مناسک حج قرار میگیرن و یا اینکه در دعاهای خود فقط و فقط دنیا طلب میکنن، آنهایی که تنها دنیا طلب میکنن و آخرت را فراموش کردن، در آخرت برای از اونا دیگه هیچ بهره و هیچ نصیب و برای از اونا فوز و رستگاری نیه. گروه دوم که مؤمنین بودن، مؤمنین وقتی که در عرفات، منا، مزدلفه و در هر جایی که باشن از خدای تبارک و تعالی هم دنیای حسنه طلب میکنن و هم آخرت حسنه. خلاصه این که بعد از بیان کافر و مؤمن، آنهایی که به آخرت برای از اون هیچ چیزی نمیرسه و تنها هم مغمن دنیای، اینا کفارن. آنهایی که دنیای خوب و آخرت خوب طلب میکنن و میگن وقنا عذاب النار، ای الله ما را از آتش جهنم نجات بدی، اینا انسانهای مؤمنن، انسانهای شایسته هن. حالا بعد از بیان کافر و مؤمن، حالا بیان میکنه گروه سوم که صفت نفاق، منافقین. آیه‌ای که میخوانیم که و من الناس من یعجبک قوله، بسیاری از مفسرین میفرمایند که این آیه ارتباط به اخنس ابن شریق نازل شده. اخنس ابن شریق یکی از منافقین بود. آمد به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم اظهار ایمان کرد و چنان بیان بلیغی و زبان فصیحی داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم از حرفهایی که میزد به تعجب انداخته بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم که غیبر نمیدانستند که این شخص به چی هدفی آماده، به چی فکری آماده، به چی نیرنگی آمده. آمد به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، چنان دست و پای رسول الله بوسید و چنان بالاخره حرفهای زد که رسول الله گفتن شاید از این انسان مخلصتر و مؤمنتر نباشه. اما وقتی که از مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم جدا شد، به مجردی که پشت به طرف مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد، یعنی جدا شد، در وسط راه گفت که این زمینا از کینه؟ گفتن این زمینا مال مسلمان های.
شروع کرد کشت و زراعت مسلمان ها رو همه رو به هم کرد. حیواناتی که از مسلمان ها بود، در تفاسیر می نویسه که مرکب هایی که از مسلمان ها بود، اینا رو همه زد، دست و پای از اینا رو قطع کرد و بالاخره همه رو از بین برد. بعدن وقتی از مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرون شد و جنایات را هم کرد، اینجا ای آیه مبارکه نازل میشه. و من الناس، بعضی از مردمان، من یعجبک، کسان به تعجب میارن تو، به شگفت میارن تو تعجب میکنی، اما این بدان که قوله فی الحیات دنیا، سخن از این فقط درباره زندگی دنیا است. و چه کار میکرد اخنس ابن شریح؟ و یشهد الله علی ما فی قلبه، و گواه میگرداند خدا را، شاهد میگیره خدا را بر اون چیزی که در قلب است. به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم ششته بود، خدا را شاهد میگیرید که خدا شاهده که شما رو دوست دارد، خدا شاهده که خرفدای شما میکنه، خدا شاهده. رسول الله صلی الله علیه و سلم تعجب کردن که این همه بالاخره به زبان خود اینقدر جان فدایی، جان نصری، اینقدر اخلاص، اینقدر خلوص نشان میده، اما این الله بیان میکنه که متوجه باش که فقط زبان از اینه. و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام، حالا که او سخت دشمن. الد الخصام یعنی دیگه آنقدر دشمنی از این به حد رسیده که هر چی فکر کنه. و هو الد الخصام، سخت‌ترین دشمن. و اذا تولا، وقتی که از پیش تو برگرده. تولا پشت کردن. بعضی از مفسرین میفرمایند که تولیت، حکومت، ریاست از همین گرفته شده. وقتی که این به یک مقامی برسه یا این که پشت کنه از مجلس تو، سعی این چه کار میکنه؟ تلاش میکنه، دویده با تلاش فی الارض، در روی زمین، تا چه کار کنه؟ لیفسد فیها، تا فساد کنه در زمین. وقتی از پیش توی پیامبر میره دیگه تلاشی در چیه؟ در انجام دادن فساده. و یهلک الحرث، و این که هلاک کنه حرث، کشتش، زراعت، و نسل، جانوران، حیوانات، نسل را از بین ببره. والله لا یحب الفساد، خدا دوست نداره چی؟ فساد. الله سبحانه و تعالی فساد دوست نداره. و اذا قیل، هنگامی که گفته بشه و گفته شود برای لهو، از برای این، اتق الله، بترس از خدا. وقتی که برای منافقین، برای اخنس ابن شریح گفته میشد بترس از خدا، چرا کشت و زراعت مسلمان ها را از بین میبری؟ چرا نسل مسلمان ها، چرا بالاخره حیوانات مسلمان ها، چرا مرکب های مسلمان ها را از بین میبری؟ اتق الله، بترس از خدا، این کارا را انجام ندی. اخذته العزه، چکار میشه؟ میگیره او را العزه، تکبر، خودخواهی، غرور، سر تا پا از اون غرور میشه، تکبر میشه به اسمی که گناه. پس وقتی این انسان که سر تا پای تکبره، این انسانی که میایه که پیامبر رو بازی بده، این انسانی که میایه به زبان یک چیزه و به قلب یک چیزه، فحسبه جهنم، پس از او را جهنم کافیه، جهنم کفایت میکنه او را. ولبئس المهاد، هر آینه بد مسکن و بد جاییه چی؟ همین مهاد، همین جهنم. در این آیه مبارکه وقتی ما و شما دانستیم که این آیه در شأن اخنس ابن شریح نازل شده، درسته
که این آیه درباره اخنس نازل شده. اما هر حاکمی که پیش روی از او چه کار بشه؟ فساد بشه. هر حاکمی که در نظام از او فساد باشه و جلو روی از او فساد باشه و او جلو فساد نگیره، مفسرین میفرمایند که تحت این آیه شامله. هر نظامی که میخواد باشه، نظامی که ترویج فساد در بده، نظامی که فساد در نگیره، نظامی که پیش روی فساد و جلو روی مفسدین در نگیره، مفسرین میفرمایند که تحت این آیه مبارکه چیه؟ شامله. گویا خود او حاکم چکار کرده؟ فساد کرده. در کتاب‌های ما و شما می‌نویسه که و فساد الاکبر، بزرگترین بزرگترین مرکز فساد و بزرگترین مفسد چی کسیه؟ اینه که ان یرضى الحکم بالفساد ولا یمنع عنان الفساد. حکمتی که رضایت به فساد داشته باشه، حاکمی که رضایت به فساد داشته باشه و جلو فساد نگیره، این چیه؟ این بزرگترین فساد و بزرگترین مفسد است. نظامی که پیش روی فساد نگیره. خیلی باید مسئولین متوجه باشن. خیلی باید. ما شما وقتی که میگیم کسانی که ترویج فساد بعداً میخوانیم اشاراتی داریم ارتباط به حکومت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه، چگونه بزرگان ما حکومت میکردن و چگونه در دنیا زندگی میکردن. بناهن این آیه مبارکه اشاره میکنه بزرگترین مفسد یا اینکه بزرگترین فساد اینه که حکومت رضایت به فساد داشته باشه و جلو فساد در نگیره. شاید سوالی باشه کدام حکومت و کدام نظام فاسده؟ نظامی که پیش روی فساد در نگیره. هر نظامی که پیش روی فساد و مفسدین در نگیره، اون نظام رو میگن نظام فاسد، نظامی که در فساد خلاصه روان هست. درس هایی که از این آیه مبارکه میگیریم خیلی مهمه. این آیه مبارکه و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا ما را چی درس میده؟ درس هایی که از این آیه میگیریم اول اینه که ظاهربین نباشیم. سروران عزیز و بزرگوار، به الفاظ بازی نخوریم. چقدر مار به الفاظ بازی دادن، چقدر مار به نام جهاد بازی دادن، به نام منبر بازی دادن، به نام علم بازی دادن. چقدر جامعه افغانستان خلاصه تا حتی بعضی از انسانهای خودفروخته به لباس روحانی بازی دادن. بناهن این آیه برای ما این درس میده که ظاهربین نباشیم. بعضی از رهبران جهادی، البته بعضی از رهبران جهادی از خون ملت به قدرت رسیدن، از خون ملت به ثروت رسیدن، از خون ملت به پست و مقام و جایگاه رسیدن، ولی امروز ملت بی سرنوشت میگرده. رهبر باشه که عیش خور و بالاخره کیف خور و فرزندانش به خارج از کشور حالا یا درس بخوانه یا عیش و نوش و غرق شهوات و اینها باشه ملت افغانستان بسوزه. این آیه مبارکه میگه ظاهربین نباش. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مسلمان نباید از یک سوراخ دو مرتبه گزیده شود، ولی ما ملت افغانستان چندین مرتبه گزیده شده. ما ملت افغانستان چندین مرتبه فریب انسانهای خودفروخته خوردیم. بناهن این آیه مبارکه میگه ای مسلمان ظاهربین نباش. رسول الله صلی الله علیه و سلم فکر کردن که این اخنس ابن شریق چی اخلاصت خواهد داشت.
آیه قرآن میگه ای پیامبر فصاحت از این، بلاغت از این، طور خلاصه به تعجب نیندازه. متوجه باش که این و هو الد الخصام. از همین منبر ما و شما، از همین منبر چقدر البته بعضی انسان ها که کاندید شدن رفتن پارلمان، از همین منبر فریاد زدن که وقتی ما رأی ببریم، وقتی ما به پارلمان بریم چه کار میکنیم؟ فیلم های مبتذل از رسانه ها دور میکنیم. از روزی که اشخاصی که ای بعدر دادن، از روزی که به پارلمان رفتن، شما ملت تنها گله نکنید که ما اونها را ندیدیم، خود من شخصا هم اونها را ندیدم. کسانی که اینجا فریاد میزدن بناهن این آیه مبارکی در سر به ما میده که مسلمان ظاهربین نباش. قیافه ظاهری یک انسان تو فریب نده، شکل و هیکل ظاهری یک انسان تو فریب نده. و هو الد الخصام. خیلی انسان ها میاین فریاد دین رو میزنن، خیلی انسان ها میاین فریاد اسلام خواهی و بالاخره قرآن و اینها را سر میدن، اما در دل چیز دیگری دارن. دوم درسی که از این آیه مبارکه میگیریم اینه که بدترین مردم در دنیا منافقین هستند. ضرر منافق از کافر هم بیشتره، به خاطر اینکه کافر انسان میشناسه، کافر هدفش مشخصه، راهش مشخصه، اندیشهش مشخصه. اما انسان منافق بین جامعه زندگی میکنه. مفسرین میفرمایند که ضرر منافق از ضرر کافر هم چیه؟ بدتره. و بدترین مردم بین انسانها در دنیا انسانهای منافق هستند. این المنافقین فی الدرک الاسفل. منافقین به تحترین جهنم جایشان هست. سوم درسی که میگیریم قسم خوردن به دروغ. خدا را گواه گرفتن به دروغ این بزرگترین گناه است. این کار منافق هست. اخنس ابن شریح و یشهد الله علی ما فی قلبه، میگفت خدا شاهده که ای محمد تو را دوست دارد. خدای تبارک و تعالی گفت خیر، این به زبان فقط میگه، چیزی که در زبان میگه قلب از این چطوره؟ تصدیق نمیکنه. و هو الد الخصام. در قلب از سخت دشمنیه. پس این درس میده که ای مسلمان متوجه باش. اول تو تا جایی که امکان داره متوجه باش که خدا رو گواه و شاهد و قسم نکنی. بعد از آن متوجه باش که به کار دروغ، به کاری که به حق نی، راه تو حق نیه، برنامه تو حق نیه، خدا رو گواه نگیر. این بزرگترین گناه است. چهارم این در سر میده اگر کسی به انسان گفت از خدا بترس، از خدا بترس، مگر از خدا نمیترسی؟ جا در جا باید بگوییم که از خدا ترسیدم و میترسم. اینجا دیگه لازم نیست که کی هست، هر کس که میخواد باشد. اگر یک فرد عادی در مقابل رئیس جمهور ایستاده میشه، میگه رئیس جمهور از خدا بترس، بعد رئیس جمهور بگه میترسم از خدا، از خدا ترسیدم. پس به این طریق هر کس که هست، به هر پستی که هست، به هر مقامی که هست، به هر جایگاهی هست، نگه که چون و چرا نیاره. در اینجی الله سبحانه و تعالی وقتی که از جریان نفاق و منافق بیان کرد و اذا قیل له اتق الله، وقتی گفته بشه برای منافق اتق الله، بترس از خدا، چه کار میشه؟ سر تا پا از این غرور میگیره، تکبر میگیره، خشم میایه. چرا بترسم؟ نعوذ بالله. اگر همین از روی عقیده بگه که چرا از خدا بترسم، خیلی خطرناکه. چرا از خدا بترسم؟ همه باید از خدا بترسیم.
پس هر کس که به ما میگه بترس از خدا، بگیم ترسیدم از خدا، میترسم از خدا. پس در مقابل حرف کسی که بگه از خدا بترس، اگر چون و چرا بیایه، اینجی صفت نفاق پیدا میشه و حالت خطرناکی به وجود میآید. این آیه مبارکه ارتباط به اخنس ابن شریق نازل شده بود و سبب نزولش جریان اخنس ابن شریق بود، ولی حکم آیه عام باید خیلی متوجه باشیم و خیلی متوجه باشیم که ما را منافقین فریب ندهند. و من الناس من یشری. این آیه مبارکه، آیه اول که بیان شد صفت منافق را بیان کرد. آیه بعدی بندگان مخلص الله سبحانه تعالی بیان میشه. بندگان مخلص، بندگانی که محبوب پروردگار عالمن، الله سبحانه تعالی بیان میکنه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. قبل از این که آیه ترجمه کنیم، خوب است که سبب نزول یا شأن نزول این آیه مبارکه در باره حضرت سنان رومی نازل میشه. حضرت صهیب یکی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در مکه مکرمه وقتی که میخواه از مکه مکرمه به طرف مدینه منوره هجرت کنه، خلاصه حرکت میکنه، با اسب خود سوار میشه، با او تیر و کمانی که داره بر میداره. وقتی میخواه از مکه بیرون بشه، میاین قریشی ها، مشرکین میاین اطراف از این میگیرن و بالاخره که ما اجازه نمیدیم تو بری. حضرت صهیب ابن سنان رومی از اسب خور پایین میندازه و در یک گوشه کمین میگیره و بعد صدا میکنه که یا معشر القریش، ای گروه قریش، شما خوب میدانید که صهیب رومی یک تیرانداز ماهر هست، یک تیرانداز ماهر، یک تیر هم از کمان صهیب خطا نمیخورد. و شما خوب میدانید که صهیب خوب شمشیر زن هست. اگر شما طرف من بیایید، تا جایی که توان داشته باشم شما از دست من نمی روید، تیراندازی میکنم. وقتی تیر من تمام بشه، تیراندازی تمام بشه، چه کار میکنم؟ از شمشیر استفاده میکنم، حالا که ذره از شمشیر من باقی بمانه. اینجا قریشی ها متوجه شدن که تیرانداز ماهری هست، اگر با این حمله کنیم شاید چندین نفر ما به قتل برسیم، اگر با شمشیر با این روبرو بشیم خلاصه شاید چندین نفر ما از بین ببره. و بعد مشرکین صدا کردن که ای صهیب، یک موضوع دیگر هست، با تو یک فیصله دیگر میکنیم. روزی که تو در مکه آمدی هیچ سرمایه نداشتی، در مکه آمدی تجارت کردی، معامله کردی و بالاخره صاحب مال و ثروت شدی. حالا به یک شرط تو رو اجازه میدیم که بری در مدینه منوره. شرط اینه که هیچ با خود نبری، تمام سرمایه و ثروت و دارایی تو از آن ما باشه. صهیب خیلی خوشحال شد که راه به رویش باز بشه، چون لحظه شماری میکرد از عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم. مدتی میشد صهیب از دیدار رسول الله محروم شده بود، مدتی شده بود که چهره نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم از چشمان صهیب غائب شده بود. بعد صهیب قبول کرد، گفت که سرمایه من، ثروت من در مکه در فلان جا هست، بروید همه را بردارید و مرا رها کنید. حضرت صهیب رومی همچون کبوتر آزاد به طرف آشیانه ایمان
پرواز می کند و حرکت می کند. وقتی حضرت صهیب نزدیک مدینه منوره می رسد، قبل از اینکه به مدینه منوره برسه، جبرائیل علیه السلام می آید به محضر نبی مکرم اسلام. این آیه مبارکه نازل می شود در شأن صهیب رومی. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق برمیخیزن میآیند بیرون از مدینه، در انتظار حضرت صهیب قرار دارند. میان انتظار میکشن. وقتی صهیب میبینن که میآیه عاشقانه رو به طرف مدینه، حضرت ابوبکر صدا میکنن که ای صهیب، فایده زیادی کردی، فایده زیادی کردی. صهیب اشکانش میریزد، ای ابوبکر چی فایده کردم؟ بگو برای من. فایده کثیری کردی که در شأن تو آیه نازل شده. و من الناس من یشری، بعضی از مردمان، الله اکبر، صحابه چی شخصیت هایی هستند؟ صحابه هستند. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، زن که باشد در نوشتن شیر. کسی میگه فرق ما تا صحابه چی هست؟ فرق ما تا به صحابه مثل نی و نیشکر هست. دو رقم نی داریم. یک نی هست که می نویسن، به اصطلاح داخلش خالی هست، و یک نی هست که داخلش شکر دارد. یک نی هست که درون خالی، یک نی به اصطلاح درون شکر، شیرین. فرق ما تا به صحابه همین است. اونها هم بشر بودن، ما هم بشریم. نی دو نیه. بشر هم وقتی میگیم بشر، اونها هم بشر بودن، ما هم بشر. یک نی هست، نی درون خالی و نی درون شکر. صحابه نی شکر بودن. صحابه کسانی بودن که الله به شأن اونها این آیات میفرسته. و من الناس، بعضی از مردمان، من کسی هست که این کس چه کار کرده؟ یشری، کسی است که می فروشد. شرا به بیع هم به کار میره، بیع و شرا، به فروختن، به خریدن. حالا اینجا من یشری، کسی که می فروشد نفسه، نفس خود را فروخته، نفس خود را می فروشه. صهیب آماده شد که جان بده، تیر در کمان کرد، برای مشرکین گفت که تا یک قطره خون داشته باشم در راه دین میزنم. من شمشیر را به زمین نمیگذارم، نیزه را به زمین نمیگذارم، تیر را به زمین نمیگذارم. این جانی که دارم فدای الله میکنم، فدای رسول الله میکنم. این آیه میگوید کسانی هستند که میفروشن، کسی هست که میفروشد نفسه، نفس خود را. حالا نفس فروخته، نفس فروخته چی خریده؟ ابتغاء مرضات الله. این طلب کرده، این برای رضایت الله بیرون شده. مال داده، جان داده، سرمایه داده، همه ثروت داده به رضای کی؟ مرضات الله، به رضای الله سبحانه و تعالی. والله رؤوف بالعباد، الله بسیار مهربان است بالعباد، بر بندگان. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که صهیب دیدن فرمودن الربح و صهیب، صهیب فایده من شده، صهیب فایده کرده. صهیب چنین نشده که ضررناک شده باشه. کسی که دین را انتخاب کنه، کسی که رضایت الله را انتخاب کنه، او فایده اصلی چنین فایده هست. اگر انسانی به خاطر دنیای فانی قتل میکنه، این دنیا عذابه. اگر به خاطر دنیای فانی ظلم میکنه، این عذابه. اگر به خاطر دنیای فانی خلاصه جامعه و وطن و اینها رو تخریب میکنه، این دنیای که او دنیا عذاب هست که بعداً اشاره میشه. والله رؤوف بالعباد، خداوند بسیار مهربان بالعباد، به بندگان خود. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. این آیه مبارکه هم سبب نزول داره. سبب نزول این آیه مبارکه اینه که بعضی از مفسرین میفرمایند این آیه درباره یهودی هایی که ایمان آورده بودند
بعضی از یهودی ها ایمان آورده بودن، فکر میکردن که ما وقتی ایمان آوردیم باید روز شنبه را هم احترام داشته باشیم، چون روز شنبه به نزد یهودی ها روز مقدسه. و همچنین میگفتن ما که ایمان آوردیم به تورات هم عمل میکنیم، توراتی که تحریف شده بود. اینجا الله سبحانه تعالی یه آیه نازل کرد که یا ایها الذین آمنو، ای گروه یهود شما که ایمان آوردیم ادخلوا فی السلم کافه، شما به تمام معنا به اسلام داخل بشین. ایت نمیشه که شما ادیان تحریف شده که قرآن آمده اونا رو منسوخ کرده شما از اونها هم استفاده کنید. اونها منسوخ شده، تحریف شده، شما حق ندارید دیگه روز شنبه بگویید، حق ندارید که شما تورات رو باز کنید و بالاخره به تورات عمل کنید. نه، ادخلوا فی السلم کافه. بعضی دیگه از مفسرین میفرمایند که این آیه درباره منافقین نازل شد. منافقین به زبان لا اله الا الله میگفتن، به زبان احکام دین را قبول داشتن، به زبان، ولی قلب اینا قبول نداشت، قلب قبول نداشت. آیه مبارکه نازل شد که ادخلوا فی السلم کافه، شما ای مؤمنان، شما ای کسانی که ایمان آورده اید قلبا هم ایمان بیاورید، قلب شما هم باید تصدیق بکنه، شما داخل شوید در اسلام پر کامل. آنچه که زبان شما میگه قلب شما هم چه کار بکنه؟ تصدیق بکنه. بعضی دیگه از مفسرین میفرمایند که این آیه مبارکه درباره مسلمان ها نازل شده. یا ایها الذین آمنو، ای مسلمان ها، ای اهل ایمان، شما چه کار؟ ادخلوا فی السلم کافه، شما به تمام معنا به اسلام داخل شوید، یعنی پایبند تمام احکام اسلامی باشید. نمیشه که یک چیز رو قبول بکنید، یک حکم رو قبول کنید، یک حکم رو رها کنید، یک حکم رو بپذیرید، یک حکم رو نپذیرید. نه، ادخلوا فی السلم کافه. مفسرین تفسیر میکنن ادخلوا فی السلم کافر به این که ان یعملوا بجمیع شعب الایمان و شرائع الاسلام، شما چه کار کنید؟ عمل کنید به تمام شعب ایمان و شما عمل کنید تمام شرایع اسلام رو بپذیرید و قبول کنید. این مسلمان ها رو متوجه می سازه. مثلا دو حکم قصاص و صیام آیات گذشته بیان کرد. الله سبحانه تعالی میگه کتب علیکم الصیام، روزه بر شما فرض کرده شد. کتب علیکم القصاص، قصاص بر شما فرض کرده شد، قصاص فرض کرده شد. آیه‌ای که امروز انشاءالله اگر رسیدیم میخوانیم کتب علیکم القتال، جهاد بر شما فرض کرده شد. قصاص، جهاد، صیام، هر سه این حکم الله سبحانه تعالی گفته. حالا کسی نمیشه بگه که من جهاد را قبول دارم، صیام را قبول دارم، نعوذ بالله قصاص قبول ندارم، قصاص قبول دارم، صیام قبول دارم، نعوذ بالله جهاد را قبول ندارم. انکار از یکی از احکام اسلامی، یکی از احکام اسلامی اگر کسی انکار کنه گویا که تمام احکام اسلامی را انکار کرده. خیلی مهمه. یک شخص بگه من روزه میگیرم، نعوذ بالله من ذالک نماز را دیگه قبول ندارم. یک شخص بگه همه را قبول دارم، حج را قبول ندارم، همه را قبول دارم، روزه را قبول ندارم، همه را قبول دارم، نعوذ بالله جهاد را قبول ندارم، یا نعوذ بالله زکات را قبول ندارم. اینها انکار یکی از احکام اسلامی گویا که انکار تمام احکام اسلامی است. مثل انکار یک فرشته، انکار یک فرشته. کسی بگه من جبرائیل علیه السلام نعوذ بالله قبول ندارم، اسرائیل قبول ندارم، یا میکائیل، یکی از فرشتگان الله بگه قبول ندارم،
گویا که تمام فرشتگان رد کرده. یکی از انبیا علیهم السلام کسی بگه من قبول ندارم، نعوذ بالله بگه من به حضرت یوسف نعوذ بالله ایمان ندارم، نعوذ بالله بگه به حضرت یعقوب، حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت عیسی، حضرت موسی، به یکی از انبیا علیهم السلام نعوذ بالله من ذلک کسی بگه من حضرت موسی هم قبول دارم، نعوذ بالله برادر حضرت موسی هارون قبول ندارم، نعوذ بالله. پس مثل که انکار یک پیامبر انکار همه پیامبرانه، انکار یک فرشته انکار همه فرشتگانه، انکار یکی از احکام اسلامی هم چیه؟ مثل اینه که انکار تمام احکام اسلامی است. در انکار انسان از دایره اسلام و قرآن جدا میشه. اینجا الله سبحانه وتعالی میگه ادخلوا فی السلم کافه. شریعت مقدس اسلام چنین نیه که ما هر چیزی محبت داشتیم بپذیریم، نداشتیم نپذیریم به همین طریق. آیه‌ای که میگه کتب علیکم جهاد برای شما فرض کرده شد. جهاد علما میفرمایند خود محبت دوستی به سه قسمه. یک محبت طبیعیه، طبیعتاً که انسان یک نفر دوست داره، یک شی دوست داره، یک غذا دوست داره. چری غذا دوست داری؟ دوست دارم. چری شخص دوست داری؟ دوست دارم. طبیعتاً یک نفر خلاصه طبیعت از او یک رنگ دوست داره، این میگن محبت طبیعی. طبیعت انسانه، یک غذا دوست داره، یک رنگ دوست داره، یک شخص دوست داره، به همین طریق طبیعیه. یک محبت عقلیه، به طبیعت برابر نیه. شاید تب آدم چی باشه اما عقل او دوست داره. این چگونه محبتیه؟ علما میفرمایند مثل دوای تلخ. مثل دوای تلخ مریضیم دنبال یک دوای تلخی، از این بازار، از این کوچه، از این دواخانه، از این بالاخره حکیم جی به پیش از این حکیم و اینها روانیم. دوای تلخ طبیعت نمایه اما عقل دوست داره، به خاطر که عقل میگه نمی دوای تلخ را استفاده کنی از بیماری نجات پیدا میکنی. این محبت عقلیه. یک محبت دینیه، محبت وحیه، محبت قرآنیه، محبت شرعیه. مثلا جهاد طبیعتم میگشته و جهاد برم. جهاد کشته شدن داره، اسیر شدن داره بالاخره. اما یک شخص جهاد رو دوست داره. چرا دوست داره؟ چون پروردگارش گفته کتب علیکم القتال، جهاد فرض کرده شد. این چی میگه؟ با جان و دل میپذیره. این محبت رو به کی داره؟ به رب خدا داره، حالان که طبیعت هم نپذیره. روزه رمضان عقل و طبیعت، انسان گرسنه میشه، تشنه میشه، مشکلات دیگه، سختیه. چرا دوست داریم ماه مبارک رمضان؟ چون الله گفته کتب علیکم الصیام، روزه بر شما فرض کرده شد. پس بناهن ادخلوا فی السلم کافه، به تمام معنا به اسلام داخل بشیم. این آیه مبارکه میگه. اما امروز خیلی از انسان ها به تمام معنا داخل نیستند در اسلام. چرا؟ مثلا وقت شادی، وقت غمم از جانب الله، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. شادی هم از جانب الله، شادی هم از جانب الله. وقتی که غمی میشه، مصیبتی میشه، مولوی صاحب صدا میکنیم جناب مولوی صاحب بفرمایید کفن این مرده ما باید به طریق شرعی باشه، باید به طریق شرعی قطع بشه. شما بفرمایید کل مرده به اختیار کی میگذارن؟ به اختیار عالم. کل مرده سر تا پا. این جناب عالم صاحب هم باید که شستشو بده، هم بالاخره کفن کنه، هم به قبر بگذاره. خب دیگه سر تا پا تسلیمیم. چرا؟ به خاطر که شریعت گفته و عالم هم بهتر میفهمه، کفن کردن رو بهتر میفهمه و بالاخره غسل رو بهتر میفهمه. و باید اینجا یک اشاره بکنم برای امام، کسی که امامت میده
باید که میت غسل نده، چون بعضی از فقها کراهیت دانستن کسی که مرده بالاخره غسل بده، غسال پشت سر نماز خواندن کراهیت داره. بناهن حالا اگر عالمه باید امو غسال هم عالم باشه. خب بیتر میفهم، بیتر میدانه، عالم او راهنمایی میکنه. وقت عروسی میشه، شادیه دیگه، وقت شادی اینجا دیگه باز چی گفته میشه؟ مولوی صاحب بچه من یک آرزویی داره که او یک عمر یک عروسی میکنه، او تصمیم گیرنده خود من هستم میگه، نه شریعت نه دین. من غم ندارم، فاتم ندارم، یک روز شادیه اختیار خوردارم به همین طریق. ایر نیمه مسلمان میگن، ایر مسلمان چند فیصدیه، مسلمان چند فیصدی. به غم خدا رو دوست داره، به شادی خدا رو فراموش میکنه. آیه میگه ادخل فی السلم کافه، به تمام معنا به اسلام داخل شو. غم تو هم باید مطابق به قرآن باشه، شادی تو هم مطابق به قرآن باشه. همه دستورات خود را از کی بگیر؟ از اسلام بگیر. ماه مبارک رمضان ای آهسته آهسته با ما و شما خداحافظی میکنه. روزهای عید بعض انسان ها عید احساس میکنن که نعوذ بالله من ذالک، یعنی 3 روز، روز گناه، روز معصیت. مثل که امروزه به رسانه ها میبینیم، میشنویم، اگر رادیوهای، اگر تلویزیون های. چی خوبه که ببینید بحث تلویزیون آمد. واقعا مژده برای همه امت اسلامی بودم افتتاح شبکه اصلاح که یک شبکه اسلامی هست، یک شبکه که برای همه ما و شما یک مکتب هست. این اريد الا الاصلاح، این شبکه برای اصلاح امت هست، برای اصلاح امت. این شبکه برای همه ما و شما خیلی امیدوار کننده. الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق بده. حالا ما نمیتونیم بگیم برادر تلویزیون نگاه نکن، به خاطر از این که حالا آمده به داخل خانه تک تک ما، ولی میگیم که چی نگاه کن، کدام برنامه رو ببین، کدام شبکه رو ببین. الحمدلله رادیوهای اسلامی هم داریم و شبکه های اسلامی هم داریم. شبکه‌ای که من با یکی از مسئولین شبکه اصلاح صحبت کردم، گفتم برادر عزیز چند فیصد شبکه شما اسلامی هست؟ این برای ما بگین چند فیصد اسلامی هست؟ گفت شما چند فیصد میخواییم؟ که گفتم اگر به نام خبر اصلاح باید 100% اسلامی باشه. بعد او گفت که ما کوشش میکنیم که بالاتر از 100% اسلامی باشه. پس به همه امت اسلامی افتتاح این شبکه تبریک میگیم. الله سبحانه و تعالی به کارکنان و برای مسئولین و همه دستاندرکاران این شبکه جزای خیر عنایت بفرماید و توفیق خدمت عنایت بفرماید و امیدواریم که همه ما و شما هم به فامیل ها توصیه داشته باشیم که شبکه های اسلامی فراموش نکنن، خصوصا این شبکه اصلاح که برای اصلاح امت، برای اصلاح فکر امت، برای اصلاح اندیشه امت، برای اصلاح عقیده امت، برای اصلاح خلاصه زندگی امت، زندگی از این امت اصلاح بشه. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی این شبکه به امت اسلامی یک شبکه با خیر و با برکت بگردانه. بنابراین سروران عزیز، بسیاری از شبکه های مبتذل الان دیگه هی اعلانات داره، هی اعلانات. شب اول عید کدام فیلم، شب دوم عید کدام فیلم، شب سوم عید کدام فیلم، کدام موسیقی، کدام بالاخره کدام و کدام. چه کاره؟ شیطان جنی هنوز یلا نشده، شیطان انسی وقت تنوا خورکندن. اینا شیطان انسیه، شبکه های مبتذل شیاطین انسی. شیاطین انسی که خدا نگفته ما بسته میکنم، شیاطین جنی بسته میشه. اما تو انسانی که یک شخص 1 ماه روزه گرفته، به 3 شب او را آلوده میکنی،
مطمئن باش که جایگاه تو فحسبه جهنم. مثل که الله به اخنس ابن شریق گفت که جایگاهی فقط جهنم، جایگاه انسانهایی که مردم رو به فساد میکشانن فقط جهنم هست. دیگه پاداش دیگه نیه، فقط پاداش انسانهایی که جامعه رو به فساد میکشانن فحسبه جهنم، جایگاه اونها جهنم هست. پس بناهن این آیه مبارکه اشاره میکنه ادخلوا فی السلم کافه، به تمام معنا داخل شدید. یعنی یکی از عرفا میگه یا مسلمان باش یا کافر، دورنگی تا به کی؟ یا ساکن بتخانه شو یا مقیم کعبه باش. هر کس انسان میتونه بازی بده ولی خدا رو بازی داده نمیتونه، خدا بازی داده نمیشه. اخنس ابن شریق آمد که پیامبر رو بازیده. خداوند از فوق آسمان ها گفت و من الناس من یعجبک قول فی الحیات الدنیا، ای پیامبر اینطور بازی نده، زبان ازی، فکر ازی، خلاصه اینها طور فریب نده. و هو علد الخصام، این سخت دشمنه. پس این آیه مبارکه به ما اشاره میکنه که به تمام معنا به اسلام داخل بشیم. مثل که روزه ما به خاطر خدا گرفتیم، ای دارم با خدا سپری کنیم، روزهای ای دارم با خدا باشیم. روزهای ای در وقتی که آب یخ می نوشیم یاد شما از این لحظه بیایه که اگر امروز به فرمان خدا روزه گرفتیم، روز عید به فرمان خدا میخوریم. امروز اگر روزه گرفتیم، اگر روزه بخوریم چقدر در گناه داره؟ خیلی گناهه، خیلی گناه داره. اگر روز عید کسی روزه بگیره همان قدر گناهه، همان قدر گناهه. کسی بگه من روز عید روزه میگیرم، نه. روز عید روزیه که الله سبحانه و تعالی روز شادی برای مسلمان. شادی کن، تفریح کن، نه لهو و لعب. شادی و فرحت تا لهو و لعب خیلی فرقه، تا معصیت خیلی فرقه، تا گناه خیلی فرقه. شادی اینه که انسان عمر انسان به یاد خدا و به ذکر الله سبحانه و تعالی سپری بشه. این آیه مبارکه اشاره میکنه ادخلوا فی السلم کافه، به تمام معنا به اسلام داخل شو. مسلمان یک روزه و دو روزه، مسلمان یک ماهه، مسلمان 20 روزه، این مسلمان چنین نباش. یکی از بزرگان دین میفرماید، انشاءالله که حدیث هم هست، فکر میکنم یحیی بن معاذ رحمت الله علیه میفرمایند هر انسانی که ماه مبارک رمضان گناه نکنه و بعد بگه بعد از رمضان گناه میکنم، این فکر را داشته باشه که بعد از رمضان گناه میکنم، روزه ازی به طرف الله نمیره، پس به طرف خود ازی رد میشه. بگیر یم روزی که گرفتی. بناهن خیلی مهم سروران عزیز و بزرگوار، روزه هر هفته اشاره کردیم که روزه آمده تا مار بسازه، تا این که مار با خدا وصل کنه، نه این که ما یک ماه تشنگی و گرسنگی بکشیم بعد از یک ماه هیچ حالتی هم برای ما نیایه. خدای تبارک و تعالی همه ما رو ببخشه، قلم عفو بر گناهان همه ما بکشه. این آیه مبارکه خلاصه دانستیم که در اسلام به تمام معنا داخل بشیم. ادخلوا فی السلم کافه، تمام احکامات اسلامی رو قبول کنیم. خواهر مسلمان اگر بگه من روزه قبول دارم، حج قبول دارم، نماز قبول دارم، زکات قبول دارم، همه قبول دارم، ولی حجاب قبول ندارم، اگر انکار کرد حجابه که یعنی حجابی نیه در دین، گویا که همه انکار کرده. اما یک نکته باید فراموش نکنیم، یک نفر انکار نمیکنه، منکر نماز و روزه و حج و زکات و حجاب نیه، اما چکاره؟ عمل نمیکنه. یک نفر منکر نیه نماز نمیخوانه، منکر نیه روزه نمیگیره، منکر نیه حج نمیره، این انسان باز از دایره اسلام بیرون نمیشه. این انسان گناهکاره، انسان گناه کرده، گناهکاره. توبه کنه الله سبحانه و تعالی او میبخشه.
خدای تبارک و تعالی رجوع کنه. ادامه آیه میفرماید ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی نکنید چی؟ گام های شیطان، یعنی پای خود را به جای پای شیطان نگذارید. چرا؟ انه لکم عدو مبین، به خاطر که شیطان برای شما دشمن واضح و آشکاراییه. خیلی دشمنی میکنه شیطان، خیلی دشمنی میکنه، به خاطر که شیطان خود از جهنمیه. تلاش میکنه که هم ردیف و هم قطار و هم مسلک و خلاصه همراه در جهنم برای خود پیدا کنه. فَإِن زَلَلْتُم من بعد ما جاءتكم البینات، اگر بلغزانید شما را من بعد ما جاءتكم البینات، بعد از این که آماد برای شما بینات، دلایل واضح و آشکار، احکام آماد. وقتی شما مسائل را دانستیم، شما احکام را دانستیم، نماز را فهمیدیم، روزه را فهمیدیم، زکات را فهمیدیم، حج را فهمیدیم، همه اینها را فهمیدیم. وقتی اینا را فهمیدیم چه کاره؟ اگر شیطان شما را لغزانید، اگر شیطان شما را فریب داد، متوجه باشیم فعلمو، پس بدانید که ان الله عزیز و حکیم، هر آینه خدا غالب و با حکمته. یک نفر نمیدانه گناه است، اما یک نفری که میدانه و گناه میکنه، گناهی از او خیلی عذاب سختیه، خیلی عذاب سختیه که خدا همه ما نجات بده. هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل، اینهایی که انکار میکنن، اینهایی که به طرف خدا رجوع نمیکنن، اینهایی که همه مسائل دین رو میدانن، احکام اسلامی رو میدانن، به نماز نمیآیند، زکات نمیدن، حج نمیرن، خلاصه شرایط اسلامی برای اینا آماده، به جهاد سم ندارن و اینها خلاصه چی منتظر چی هستن؟ این خواهری که میدانه که بی‌حجابی گناه هست و بی‌حجابی میکنه، آیه اشاره میکنه هل ینظرون، آیا این حل استفهامیه، این حالت چیه؟ استفهام. هل ینظرون، آیا یعنی ینتظرون، آیا اینا انتظار میکشن؟ یعنی انتظار نمیکشن مگر به چی؟ اینا انتظار نمیکشن مگر یک انتظار دارن، الا ان یأتیهم الله، این که بیاید ایشان را امر خدا. یعنی دوست دارن فیصله که به قیامت با اونها میشه در دنیا بشه. فی ظلل، در سایبانهای من الغمامی از ابر. و دیگه چی؟ و این که بیاید و الملائکه و فرشتگان و قضی الامر، و فیصله بشه امر پروردگار عالم. اینا در انتظارن که خدا بیایه با اینها صحبت کنه؟ اینا در انتظارن که فرشته وحی بیایه به اینها حرف بزنه؟ یا اینا انتظار عذاب دارن که عذاب بیایه، صحرای محشر در این دنیا بیایه؟ نه، اینا متوجه باشن که و الی الله ترجع الامور، به سوی خدا بازگرداننده میشه. رجوع همه به سوی خدایه، همه میریم طرف خدا. و الی الله ترجع الامور، بازگرداننده می شود این شخصی که انتظار داره چی؟ به سوی خداوند. همه کارها، انسانهای شقی، انسانهای سعید، انسانهای خوشبخت، انسانهای بدبخت، کافر و مسلمون، همه به صحرای محشر الی الله ترجع الامور، به سوی خدا باز میگردن همه کارها. به اونجیه که فیصله میشه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، به اونجی گفته میشه گروهی در کجا؟ بریم طرف جهنم و گروهی بریم در طرف بهشت. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه، بپرس از بنی اسرائیل کم آتیناهم، چقدر دادیم ایشان را، من آیت بینه، از نشانه های روشن، معجزه. ای پیامبر پرسان کن از بنی اسرائیل، سوال کن از بنی اسرائیل. ای مؤمنین شما سوال کنید از بنی اسرائیل، خدا چقدر معجزات به بنی اسرائیل. بنی اسرائیل در جز اول خواندیم خداوند چقدر انعاماتی به بنی اسرائیل کرد، ولی بنی اسرائیل ندانستن قدر نعمت را، ندانستن چقدر انبیا رو به تکلیف کردن، چقدر حضرت موسی رو به تکلیف کردن، چقدر نعوذ بالله من ذالک درخواست های بیجایی از پیامبر میکردن که ما تا خدا رو نبینیم و قبول نمی کنیم.
حالا وقت این همه معجزات آماد، همه دلایل روشن آماد، و من یبدل نعمت الله، کسی که بدل کنه، تبدیل کنه نعمت پروردگاره، تبدیل به چی؟ به کفران نعمت. خدا نعمت داده ولی انسان کفران نعمت کنه، این تبدیل کنه، شکر نعمت تبدیل به کفران نعمت بشه. من بعد ما جاءته، بعد از این که رسیده همون نعمت برای شخص. نعمت ماه مبارک رمضان به ما و شما رسید، نعمت شبهای رمضان رسید، نعمت این نماز، نعمت تلاوت قرآن، نعمت انفاق، نعمت بندگی با الله سبحانه و تعالی. حالا این نعمت ها شکر میخواهد. اگر ما شکر نکردیم و تبدیل به کفران شد، الله سبحانه و تعالی میگه ای کسانی که شما و من، هر کس چی بنی اسرائیل باشه، چی بنی اسماعیل باشه، چی امروزه ما و شما باشیم تا به قام قیامت، و من یبدل نعمت الله، کسی که بدل کنه و تبدیل کنه نعمت خدا رو من بعد ما جاءت، و بعد از اینکه این نعمت آمد او را به چی؟ شکر تبدیل به کفران نعمت کنه، ایر بدانه فان الله شدید العقاب، خدا سخت عذاب کننده. خدای تبارک و تعالی عذاب میکنه. خدای تبارک و تعالی انسانی که کفران نعمت میکنه او به حال خودش رها نمیکنه. زین للناس حب الشهوات، زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا، زینت داده شده برای کسانی که کافر شدن الحیات الدنیا، زندگی دنیا، زندگی دنیا زینت داده شده. و یسخرون من الذین آمنوا، مسخره میکنن، کافرها مسخره میکنن، بیدینان مسخره میکنن. چی اشخاص را مسخره میکنن؟ من الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن. کافرها در دنیا مسلمان ها را مسخره میکنن، انسان های بیدین اهل ایمان را مسخره میکنن، اهل ایمان را مسخره میکنن. خدا نجات بده، خدا نجات بده که امروزه بعضی از انسانها چکاره؟ پیشتر اشاره کردیم کسی یکی از احکام دین را قبول نداشته باشه گویا همه احکام را انکار کرده. بعضی از انسانها به جامعه زنان با حجاب مسخره میکنن، زن با حجاب داخل محافل، مجالس عروسی، یک زنی که سر تا پا پوشیده باشه او رو مسخره میکنن. ایر ببین عقب مانده، ایر ببین خورچی تیار کرده، ملای تیار کرده، آخوند تیار کرده، وقتی ایت گپای تو جوانی